همچنان جوک‌های بی‌مزه آقای آرمین رو داریم پخش می‌کنیم از شمس‌الله ما رو. بفرمایید. دیگه جوک نداریم. چند تا عجیب عجایب بگم. الان دیگه عجیب ترین همون جوک یعنی واقعا. بفرمایید. عجیب ترین اختراع میدونیم مثلا عجیب ترین اختراعاتی که ثبت شده. نه بفرمایید چی است؟ اسپاگتی پیچ. اسپاگتی پیچ چنگال بکنن تو ماکارونی اینجوری بچرخونن که ماکارونی جمع بشه. یه چنگال به این گندگی ساختن که پشتش موتوره. اینو میذاری چقدر دکمه رو میزنین چنگاله میچرخه. یعنی تنبلی تا این حد؟ تنبلی که حالا خب بالاخره تنبلیه دیگه نمیخواد که چیز بدتر. یعنی میخوام بگم که در حد چنگال بردار بچرخون دیگه خودت. در این از جزو اختراعاتی است که هنوز بعد اسم اون دوستو میذارن چی؟ دانشمند. آرمیچر واسه کرده چنگال خب اگه اینطوری باشه مسواک هم داریم، مسواک برقی. باز اون خب